و شما دوستان عزیز، حدود 1 سال پیش در همین کانال ویدیویی درست کردم درباره تقویت مو و در اون ویدیو به شما داشتم که یاد میدادم که به طور طبیعی از چه موادی استفاده کنید که به سقف سرتون بزنید، ماساژ بدید که موهای زیبایی داشته باشید. و در همون ویدیو به شما گفتم که آزادی داره میرسه، آزادی داره میاد. پس آماده باشید که موهای خودتون رو زیبا کنید، به خاطر که آزادی داره میاد و آزادی داره میاد. آیا موهای خودتون رو زیبا کردید؟ آیا آماده هستید؟ آزادی داره میاد، بهار داره میاد. موهای زیبای خودتون رو آماده کنید خواهران من، که باری دیگر ما بتوانیم موهای زیبای خود را به دست بادها بسپاریم، که بادها بتوانند در میان موهای ما برقصند.